پیغمبر ما 13 سال فقط درس عقیده داد و ما 13 هفته عقیده نمیخونیم. پرسان بکنین از پدرایتان و پدرکلانایتان و کاکا و ماماهایتان، ریش سفیدای بزرگ و محترمی که در افغانستان هستند، از اینا شما یک سوال بکنین که آیا شما یک 13 هفته کسی برای شما درباره عقیده صحبت کرده؟ میگن نه والا بچه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در هفته گذشته ما شما در درس‌های عقیده شروع کردیم. بخشای مقدماتی درس عقیده بود که چند مقدمه را سرش صحبت